چین کشوری با تمدن باستانی در جهانه که روابط دوستانه دیرینه‌ای با کشور ایران داشته که یافته‌های تاریخی اینو ثابت میکنه. قهرمان را به رودخانه افکند و گیشوگاه را دهکده پارسیان نام نهادند. باورتون میشه تو دل چین کوچه ایرانی و روستای ایرانی وجود داشته باشه؟ توی این ویدیو میخوام شما رو با این دوتا منطقه در کشور چین آشنا کنم، مخصوصا دهکده پارسیان که داستان جالبی پشتش داره و خیلی ها از وجود اون بیخبرن. پس این چند دقیقه رو تا انتهای ویدیو از دست نده. اگه روزی بخواید برای خرید به فروشگاه دوم شهر بین‌المللی نینگبو برید، ممکنه همینطور که دارید وارد خیابون جونگشانگدونگلو میشید، نگاهتون به یک بنای تاریخی بیفته که بالای اون نوشته شده کوچه پارسی. شهر نینگبو با 1300 سال قدمت یکی از شهرهای مهم استان ججیانگ در شرق چینه که راه ابریشم دریایی اولین بار از اونجا آغاز شده. در حال حاضر بندر نینگبو بزرگترین بندر در جهانه. در تاریخ نینگبو کوچه پارسی همواره شاهد رفت و آمد تاجرانی از ایران، جهان عرب و غرب آسیا به این شهر بوده و به این شکل با مردم چین تبادلات تجاری و فرهنگی داشتند. اخیراً در این شهر قطعاتی از سفالینه‌هایی با لعاب آبی پرطاووسی ایرانی کشف شده که بیشتر مربوط به ایران و غرب آسیاست. در اواخر سلسله تانگ و سلسله سونگ، یعنی سالهای 618 تا 1279، تجار ایرانی و عرب بسیار به نینگبو سفر می‌کردند و عده زیادی از اونها هم تصمیم به سکونت و تشکیل خانواده در این شهر می‌گرفتند. به همین خاطر حاکمان اون زمان نینگبو بنایی رو با نام دیوان پارسی در منطقه محل سکونت این افراد در شهر بنا کردند و از همینجا کوچه پارسی شکل گرفت. اگه شما به عنوان یک پارسی زبان این ویدیو رو تماشا میکنید، لایک کنید تا پرچم ایران بزرگ و همه پارسی زبانها بالا باشه و بعد بریم سراغ دهکده پارسیان و ببینیم توی این روستا چه خبره و چه کسایی اونجا زندگی میکنن. این بار میریم به شهر داکیائو در منطقه جیانگدو در جنوب شرقی شهرستان یانگژوی چین، دهکده‌ای به نام دهکده پارسیان. در این روستا اداره پست پارسی، بانک، سوپرمارکت ها و مغازه های مختلف وجود داره و سردر همشون هم نام پارسی رو میبینید. در حال حاضر بیش از 1100 خانواده در دهکده پارسی وجود داره که جمعیت حدود 4000 نفر رو شامل میشه. شیوه عبادت مردم اون هنوز زنگ زرتشتی باستانی ایران رو حفظ کرده و مردمش ادعا میکنن اجدادشون پارسی هستن. اما در حال حاضر کسی به زبان پارسی صحبت نمیکنه و ریشه این نامگذاری اونها برمیگرده به تاریخ این منطقه که داستان شنیدنی داره. در گذشته بازرگانان ایرانی بسیاری به یانگژو سفر میکردند و مروارید و جواهرات رو در اون تجارت میکردند. حدود 600 سال پس از میلاد مسیح نشون میده که تقریباً 5000 ایرانی و عرب در این منطقه که یکی از بنادر بزرگ تجاری در آسیا در اون زمان بود ساکن شدند. حتی ضرب المثلی هم دارن که میگن فارس‌ها با گوهر بازی میکنن که این نشون از تاریخ غنی مردم ایران میده. سالها بعد یک تاجر ایرانی در اونجا با تاجر ثروتمندی به نام گیو آشنا میشه و با هم صمیمی میشن. این تاجر ایرانی به زادگاه گیو در روستای کوشتوشوق میره و با خانواده اون زندگی میکنه. در اونجا به تجارت ابریشم مشغول میشه و گاهی بیماری مردم محلی رو هم درمان میکنه. این تاجر به خاطر سخاوتمندی و رفتار دوستانش بین مردم به سرعت محبوب میشه و همونجا عاشق دختری از خانواده گیو میشه و ازدواج میکنه. مدتی بعد حملات راهزنها به روستاها شروع میشه و گفته میشه این تاجر پارسی به دلیل جثه بلند و قدرت زیاد رهبری روستاییان رو برای مقابله با راهزنها به عهده میگیره
و قبل از حمله راهزنها به روستا بهشون شبیخون میزنه و تا سر حد مرگ با اونها میجنگه. راهزنها جسدش رو در رودخونه اون اطراف میندازن ولی دیگه از حمله به روستا منصرف میشن و میرن. فردای اون روز مردم محلی جسد اون رو از رودخانه بیرون میارن و به رسم مسلمان‌ها در همون روستا دفن میکنن که مقبره اون رو به این صورت در این عکس میبینید و به منظور بزرگداشت و مهربانی این تاجر ایرانی در حفاظت از مردم روستا نام اون رو به روستای پارسی تغییر دادن و نام رودخانه رو هم رودخانه بوسی یا پارسی گذاشتن. با گذشت زمان این تاجر در ذهن مردم تبدیل به خدایی شد که بدیها رو از خودش دور میکرد و از خونه ها و مردم اونها محافظت میکرد. رسم قربانی اژدهای ایرانی شیانگ شکل گرفت که تا دهه 1960 ادامه داد و تا آغاز انقلاب فرهنگی متوقف نشد و در اون شرکت کنندگان ملزم به پوشیدن کلاه‌ها و لباس‌های مشکی بودند. گفته میشه هنوز از نوادگان و بازرگانان ایرانی در این روستا زندگی میکنن که انتهای اسم اونها نی یا نیا اومده و نشون از ریشه ایرانی اونها داره. اهالی این روستا بسیار برای ایرانیان و فارسی زبانان ارزش قائلند و اونها رو دوست دارن. اگرچه انجام سنت ها امروز کمرنگ شده اما نشونه های اون هنوز در این روستا پیداست. اگه شما هم شهر یا روستایی در چین میشناسید که فرهنگ ایرانی رو نشون میده در کامنت ها به همون معرفی کنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر عضو کانال بشید و زنگوله رو هم بزنید. مراقب خوبی هاتون باشید.